آشوبگران در سوریه میگویند که بعد از اشغال دهات و شهرک‌ها نظارت اکثر گوشه‌های شهر حلب را به دست آوردند. این پیشروی کلانترین در جنگ داخلی سوریه در دوام چند سال اخیر دانسته می شود. در همین حال حمله‌های هوایی سوریه و روسیه به قلمروهایی که جهادیان ضبط کردند ادامه دارند. پرزیدنت سوریه بشار اسد خط جبهه را با سلاحات تأمین می‌کند و سربازانی را که از اشتراک در این جنگ دست می‌کشند بنا به اطلاع مطبوعات دولتی تروریست نامیده است. بعضی از خانواده‌ها در این شرایط به منزل‌های کیها ترک کردهشان برمیگردند. ما فی غیر بدینا علی بیتنا محروق ما فی شی. خانه ما را آتش زدند. فقط بام و دیوار مانده است، ولی ما از بازگشت شدیم. ما با همسر و بچه ها اومدیم. خدا را شکر. سازمان ملل متحد گفت که خشونت‌های نو هزارها ساکن دیگر را بیجا کرده و در تقسیم کمک‌های بشری به بندوباری ایجاد شده است. صدها نفر از جمله ساکنان عادی کشته شدند. در حالی که متفقان حکومت سوریه، حزب الله و روسیه درگیر جنگ‌ها با اسرائیل و اوکراین می‌باشند، شورشیان هجوم خود را هفته گذشته از سر گرفتند. آنها می‌گویند که سالهای دراز منتظر فرصت بازگردان قلمروها بودند. الله بزرگ به ما امکان داد که منطقه‌ای که چندین سال تحت نظر حکومت بود در چند روز به دست گیریم و با کمک الله بزرگ ما جای آنها را گرفتیم. در داخل شهر حلب ساکنان محله میگویند که امیدوارند هر کسی که بعد این میآید شرایط زندگی آنها را بهبود میبخشد. ما به حقوق هستیم. کسی سفر کردن باشد حکومت منع میکند و از دشوار و شرایط زندگی موری قدبار است. نمیدونیم کجا رویم. اجاره هم خیلی قیمت است. حادثه های آخر نزاع 13 ساله را در منطقه باز هم پیچیده تر و خطر بزرگتر شدن آن را بیشتر میکند. ایران وعده داد که به حکومت اسد یاری میکند و ایالات متحده آمریکا که در دوره انتقال قدرت می باشد از همه دعوت کرده است که در فکر حفظ جان مردم و ساختارهای حلب و دیگر مناطق باشند.